سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید ببینید. مفهوم دعوت اسکران در تاجیکستان ادامه دارد و اولین نوارها از ابلاغ رسانه‌ای می شود. یک کاربر شبکه اجتماعی نواری را به رادیو آزادی ارسال داشت که در آن لحظه های ابلاغ جوانان سن سال خدمت حربی در ناحیه شامنصور پایتخت ثبت شده است. این حادثه تقریبا نصف روزی 6 اپریل در نزد مغازه عالم کتاب در نزدیکی کاتدرای حربی دانشگاه ملی رخ داده است. نوار در برنامه امروز پیشنهاد شما می شود و در این برابر نظر وزارت مدافعه تاجیکستان را نیز در این رابطه خواهیم داشت. انتظار می رود که امروز دادگاه عالی در دوشنبه حکم یک نابالغ را اعلام کند. دادستان برای پسری 15 ساله در تاجیکستان که مقامات تفتیشاتی او را به قتل 2 کارمند استراحتگاه لیلن ورزاب متهم می‌دانند 10 سالی زندان طلب کرده است. مرافعه 8 ماه باز در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان قتل این 2 نفر روز 6 ایولی سال گذشته در استراحتگاه نیلم که در آنجا کار می‌کردند رخ داده است. اما نزدیکان نابالغ میگویند کشتار 2 نفر از سوی نورسی 15 ساله ناممکن است. والدان جوانان کشته شده نیز به گناهکار بودن نوجوان شبهه دارند و میگویند گناهکاران کسان دیگری هستند و مقامات باید آنها را پیدا کنند. حکم از چه قرار می شود فکر می کنیم تا برنامه خبری در این باره معلومات در دست خواهیم داشت و پیشنهاد شما خواهیم کرد. و باز کرونا ویروس. آوازه کرونا ویروس نرخ هزار اسپند و سرپیاز لیمو را در بازارهای تاجیکستان بالا برد. گفته می شود نظرها و بعضی توصیه‌ها درباره آنکه رسانه‌های مذکور از کرونا ویروس پیشگیری می‌کنند به نرخ این نوع به اصطلاح داروباری مردمی تاثیر گذاشته و چند مراتب بالا برده است. امروز در برنامه آید این موضوع گزارش هم خواهیم داشت و با هم خواهیم دید. در پس منظر سر و صداها و نگرانی ها در مورد بیماری کووید 19 نگاه میاندازیم به ساکنان یک دهات در تاجیکستان تا ببینیم که واهمه بود تهلکه این ویروس تا کجا بر روزگار آنها تاثیر کرده و اطلاع آخرین را آنها در این مورد چگونه دریافت میکنند. مقامات در تاجیکستان میگویند تا به حال هیچ موردی گرفتاری به بیماری کرونا ویروس در کشور ثبت نشده است و برای پیشگیری از آن چاره‌ها اندیشیده می‌شود. آیا مردم دهات از کدام وسیله برای جلوگیری از ویروس خطرناک کار می‌برند و از چی نگرانند؟ در برنامه با ما بیایید تا بیخبر نمانید. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر در مسئله ابلاغ که از موضوعهای خیلی جدی است حتما برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. چون که در گذشته نیز همکارای ما در رابطه به این موضوع چندین گزارش‌های پخش کرده است و شما از این قصه آگاه هستید. و یک خبر دیگر، چوب و تخته مکتب صدموی به کی در کار شده است؟ در برنامه امروز خبری درباره سرنوشت مکتبی به شما قصه میکنیم که در محله سید علی ولیزاده شهر کولاب 13 سال پیش با خرج 9 میلیون سوم کمک بلایبزی بانک جهانی ساخته شده بوده است و این مکتب به ویرانه حالا تبدیل یافته است. مقامات گفته بودند که در جای آن باغچه بنیاد میکنند، اما همان گونه که ساکنان میگویند مکتب نه تنها آباد نشد، چوب و تخته آن را کنده به کجای بردن تا هنوز معلوم نیست. تفصیلات را در برنامه خبری منتظر باشید. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیک همراهی کنید. خداوند نگهبان شما باد و روزتان خوش.